سلام دوستان، امیدوارم که هر جایی هستید حالتون خوب باشه. امروز همراهتون هستیم با آموزش ساخت NFT رایگان داخل پلتفرم اوپنسی، یکی از محبوب ترین پلتفرم ها و یکی از بهترین ها برای ساختن NFT و خرید و فروش. در ادامه این سری ویدیوها حتما آموزش خرید و فروش NFT هم قرار میگیره، چون خیلی ها طرفدارش هستن و خیلی ها درخواست میکنن که این آموزش ها رو قرار بدیم. ما به صورت 0 تا 100 قرار دادیم. خب ببینید، برای ساختن NFT ما یه ویدیوی دیگه در اوپنسی درست کرده ایم که با استفاده از PC یا کامپیوتر هستش، ولی از اونجایی که همه دسترسی به کامپیوتر ندارن و خیلی با استفاده از یک گوشی تلفن همراه ساده این کار رو انجام میدن، کاراشون رو روال میکنن، امروز همراهتون هستیم که بهتون آموزش بدیم چطور با استفاده از یک گوشی تلفن همراه برید و داخل اوپنسی NFT بسازید. یک سری مشکلاتی هم ایجاد میشه با استفاده از گوشی، به خاطر همین اومدیم یه ویدیوی مجزا درست بکنیم و به اون مشکلات هم اشاره بکنیم. حتما تا آخر ویدیو همراه من باش. خب چه چیزهایی نیاز داریم برای ساختن NFT داخل اوپنسی؟ ببینید، قبل از این که بخوایم هر کاری رو انجام بدیم شما باید یک ولت رو نصب کرده باشید برای خودتون که ما بهتون متاماسک رو پیشنهاد میکنیم. آموزش نصب متاماسک در ویدیوهای قبلی وجود داره، کار بسیار ساده هستش. از گوگل پلی دانلودش بکنید، بعدش یک رمز برای خودتون قرار میدید که 8 تا کاراکتر باید باشه و خودتون یک جوری تنظیمش بکنید که قدرتمند باشه و بعدش بهتون 12 تا کلمه داده میشه که اون 12 تا کلمه کلید ورود مجدد شما به متاماسک هستش و باید خیلی خیلی خوب از اونها مراقبت بکنید. من بهتون پیشنهاد میکنم که حتما یک ولت جداگونه درست بکنید برای ساختن NFT ها، خرید و فروش و اینجور چیزها که بعداً به مشکل نخورید، مثلا هکی بشه یا چیزهای از این قبیل. این کار رو انجام بدید که از این مشکلات جلوگیری بکنید. همیشه پیشگیری بهتر از درمانه. خب بعد از اینکه ولتتون رو نصب کردید، البته ولت تراس ولت هم میشه ولی من خودم متاماسک رو بهتون پیشنهاد میکنم. بعد از اینکه متاماسک رو نصب کردید شما باید شبکه پالیگان رو بهش اضافه بکنید که دقیقاً تو ویدیوهای قبلی بهتون آموزش دادم که چطور شبکه پالیگان رو به متاماسک خودتون اضافه بکنید. اگر هم نمیتونید ویدیو رو پیدا بکنید کافیه به پلیلیست برید و پلیلیست ساخت NFT رو دنبال بکنید، توی اون تمامی ویدیوها هستش. خب بعد از اینکه پالیگان رو اضافه کردید، اگر هم نمیدونید که چطور باید برید سویچ بکنید رو شبکه پالیگان، این بالا روی ولتتون که بزنید شبکه‌های مختلفی که دارید رو نشون میده. اینجا روی پالیگان بزنید و روی اون نگه دارید. بعد از اینکه این کار رو انجام دادید شما این گوشه رو 3 تا خط رو بزنید و براوزر رو بزنید. خب من از قبل سرچ کردم ولی اگر شما سرچ نکردی کافیه که برید داخل اونجا سرچش رو بزنید و سرچ بکنید اوپن سی. خب همونطور که میبینید خودش پیش‌فرض هم داره، اون رو روی این سایت میزنید و همین سایتی که دارید مشاهده میکنید باز میشه. ببینید اینجا یک نکته بسیار مهمی وجود داره که خیلی ها بهش مشکل دارن، یعنی اینکه اینجا گیر میکنن. حالا اون مشکل چی هستش؟ وقتی میخوان ولت خودشون رو کانکت بکنن به این سایت بهشون اخطار داده میشه و ناموفق، اصلا نمیتونن ولت خودشون رو کانکت بکنن. حالا ما چطور میتونیم این مشکل رو برطرف بکنیم؟ ببینید من خودم چند ساعت وقت گذاشتم روش و بررسی‌های انجام دادم، تنظیمات متاماسک رو تغییر دادم یا هر کاری که بشه رو انجام دادم که این مشکل رو برطرف بکنم و در آخر متوجه شدم که دقیقاً مشکل فقط از VPN ها هستش. اگر شما VPN تون رو تغییر بدید این مشکلتون برطرف میشه. من نمیتونم VPN بهتون معرفی بکنم ولی اینجا دیگه مجبورم که یه VPN رو بهتون معرفی بکنم که خودم باهاش به نتیجه رسیدم. بهتون پیشنهاد نمی‌کنم که از این استفاده بکنید. اگر با VPN های دیگه کارتون راه افتاد از همون استفاده بکنید. ولی اگر هم به مشکل خوردید و VPNی پیدا نکردید، از این VPNی که دارید می‌بینید عکسش رو میتونید استفاده و احتمالاً مشکلتون حل میشه. کشور رو هم روی همین کشوری که من قرار دادم قرار بدید که خود من به مشکل نخوردم. ولی اگر باز هم با استفاده از همین VPN هم بعداً به مشکل خوردید، نگران نباشید. کافیه که VPN خودتون رو تغییر بدید، کشورش رو عوض بکنید یا کلا خود VPN رو تغییر بدید و یه VPN جدید رو نصب بکنید. خب روی اون 3 تا خطی که سمت راست اون بالا وجود داره میزنیم. ببینید این پایین کانکت ولت رو نوشته، روی اون که بزنید ولت خودتون کانکت میشه. اینجا نوشته ولت شما چی هستش، متاماسک رو روش میزنید
و منتظر میمونیم که تایید بشه. خب همونطور که میبینید والت من الان متصل شدش. اگر بهتون اخطار داد همون نکاتی که بهتون گفتم VPN تون رو تغییر بدید که مشکلتون برطرف بشه. خب الان والت من متصل شد، اکانت من درست شدش و باید چه کارهایی انجام بدم؟ نکته اول اینه که شما حتما برید و اکانت برای خودتون درست بکنید. روی اکانتتون بزنید، تنظیماتش رو انجام بدید که حداقل احتمال فروشتون بالاتر بره، حرفه‌ای‌تر جلوه بکنید. الان میبینید من نه عکس پروفایل دارم، نه اسم دارم، نه بنر دارم. اینا رو همه رو خودتون میتونید تنظیماتش رو انجام بدید. اما چطور ما میتونیم NFT رو بسازیم؟ نکته اساسی همینجا هستش. روی اوپنسی میزنیم که وارد سایت اصلی و اولش بشیم. خب همونطور که میبینید اینجا دوتا گزینه برای من قرار داده، یکی اکسپلور هستش، یکیش کرییت هستش. روی کرییت میزنیم که بریم NFT خودمون رو بسازیم. اینجا من دسترسی هایی میخواد، اینا رو دسترسی ها رو بهش میدم. فقط این نکته رو توجه بکنید که حتما وارد سایت اصلی بشید. سایت اصلی OpenSea.io هستش. مراقب باشید که والت خودتون رو به سایت های اشتباه متصل نکنید که هک نشید. خب بعد از اینکه همه این کارا رو انجام دادیم، اینجا الان می‌بینید که با یه سری موارد مواجهیم که باید انجام بدیم، دونه دونه بریم جلوتر. ببینید در قسمت اول اینجا یک عکس قرار داده، یعنی شما باید عکس خودتون رو اینجا قرار بدید. کافیه که روش ضربه بزنید و عکس خودتون رو قرار بدید. خب من یه عکس رو الان انتخاب کردم، برای خود اینجا قرار دادم که همین کاور همین ویدیو هم هستش، آموزش ساخت رایگان NFT در اوپنسی. خب اون رو که گذر کردیم، این نکته رو بهتون بگم، فایل هایی که پشتیبانی میشه اینجا نوشته شده که چه فایل هایی رو میتونید بارگذاری بکنید، MP4 گیف و چیزهای دیگه. حد اکثر سایزش هم باید 100 مگابایت باشه، یعنی بیشتر باشه شما نمیتونید بارگذاری بکنید. پایینتر میریم نوشته نیم، اسمی که میخواید برای NFT تون قرار بدید رو انتخاب میکنید. اسمش رو من میذارم همون NFT. اینجا نوشته که شما اگر لینکی دارید، سایتی دارید یا اینها، اینجا میتونید برای خودتون قرار بدید. خب اون فردی که میخواد بیاد خریداری بکنه شاید بره داخل سایتتون رو نگاه بکنه، ببینه که چقدر شما حرفه‌ای هستید. خب اگرم که ندارید ازش عبور میکنید. میایید پایینتر نوشته دیسکریپشن، توضیحاتی که برای اون NFT میخواید قرار بدید یا بنویسید رو اینجا قرار میدید. حتما به زبان انگلیسی هم بنویسید که احتمال فروشتون بره بالاتر. پس نکاتی که میخواید رو هم اینجا مینویسید به زبان انگلیسی. توضیحات، هر چیزی که میخواید در رابطه با NFT، مثلا داستان اون NFT چی هستش، چطور درست شده، توسط کی درست شده و اینطور چیزا. خب میایم پایینتر، اینجا نوشته کالکشن. وقتی کالکشن رو دیدید، اینجا شما اگر قبلا NFT هایی رو درست کرده باشید، روی این گزینه میزنید و این NFT تون رو میتونید متصل بکنید به اون NFT ها، یعنی تبدیل به یک کلکسیون مانند بکنید، یعنی کالکشن بشه. یعنی اینها رو به هم دیگه متصل بکنید، چون همشون با هم یک کالکشن رو تشکیل میدن، همشون به هم دیگه متصل هستن. اگر دوست داشتید این رو هم میتونید بزنید. تو قسمت بعدی نوشته پرپرتیز. اینجا شما اگر توضیحاتی دارید یا ویژگی های این NFT رو میتونید به شکل متنی نمایش بدید. اگر دوست داشتید اینها رو میزنید. اینها هیچ کدوم حتما لازم نیستش که پر بشه، ولی اگر پر بکنید قطعاً بهتر هستش. میایم بالا پایینتر، این لولز و استیتس هم که داره بهتون نوار پیشرفت و اینها رو نشون میده. اینها رو هم اگر دوست داشتید میتونید اضافه بکنید. یکیش به صورت نمودار هستش، یکیش به صورت عددی هستش. میایم پایینتر، unlockable content. شما اگر بخواید به همراه این NFT تون به خریدار یک هدیه‌ای بدید یا یک چیز دیگه‌ای هم بدید، اینجا شما اضافه میکنید. مثلا هر کسی که این NFT رو خریداری بکنه میتونه آهنگ من هم داشته باشه یا میتونه این فیلم رو هم هدیه بگیره یا همچین چیزهایی. میایید پایینتر، اینجا یه اخطار که نوشته شما اگر محتوای NFT تون برای افراد مثلا زیر 18 سال مناسب نیست، این گزینه رو فعال میکنید. اینجا هم که نوشته یه دونه داره درست میکنه و پایینتر نوشته که بلاک چین خودتون رو انتخاب بکنید که دوست دارید روی چه بلاک چینی اون NFT رو درست بکنید. من این رو قرار میدم روی پالیگان، چون اگر بخواید NFT رو به صورت رایگان درست بکنید حتما باید بلاک چینتون رو روی پالیگان قرار بدید. این نکته بسیار بسیار مهم رو بهش توجه بکنید که اگر در ادامه از شما کارمزدی خواسته شو اینها، برگردید از عقب و مجدد این مراحل رو طی بکنید و حتما هم با یه ولت خالی این کار رو انجام بدید که اگر حواستون نبود یه وقت کارمزد الکی ندید یا کلاً پولاتون رو از دست ندید. پس حتما به موارد توجه بکنید، به چیزهایی که براتون می‌نویسه توجه بکنید. اگر ازتون کارمزد خواست، برگردید و عقب ببینید که کجا رو اشتباه رفتید.
خب همه این موارد درست شد، من کرییت رو میزنم. اینجا از من میخواد که بگم که ربات نیستم، این تیکش رو میزنم. خب همونطور که میبینید به من نوشتش که NFT من الان ساخته شدش. خب این رو میبندم، ولی الان ساخته شده ولی برای فروش قرار نگرفته. شما برای اینکه به فروش برسونیدش باز باید یه مرحله دیگر رو هم طی بکنید که خیلی ساده و کوتاه هستش. شما اینجا اگر ادیتی نیاز داره، اگه چیزی رو اشتباه زدید، اینجا ادیت رو میزنید و اصلاحش میکنید. ولی اگر همه چیز درسته، شما روی گزینه سل میزنید. وقتی روی سل بزنیم اینجا از ما چند تا گزینه دیگه، چند تا مرحله دیگه میخواد که باید پرشون بکنیم. یکی اینکه قیمتی که میخوایم بفروشیم چند هستش. مثلا من میذارم 5 اتریوم، ولی شما یه قیمت معقولی رو بزنید. بعضی مواقع یه سری‌ها میگن که اگه قیمت رو خیلی پایین بزنید ازتون کارمزد میخواد و من این رو نمیدونم و باید تست بکنیم. ولی خب من 5 تا گذاشتم، میایم پایینتر و مطمئنم باشم که فروش نمیره، چون 5 تا هیچ کسی نمیادش که این رو خریداری بکنه. 5 تا اتریوم معادل 9000 و حدوداً $500 هستش. قیمت رو معقول قرار بدید. میایم پایینتر، نوشته که چه مدت این رو برای فروش قرار بدیم. نوشته 1 ماه همین رو میذارم بمونه، دست نمیزنم بهش، و کارمزد رو هم نوشته. یعنی همون فقط قیمت رو من وارد کردم و دیگه به چیزی دست نزدم. کامپلیت رو میزنم و اینجا از من چند تا درخواست میخواد، دونه دونه اونها رو باید تاییدشون بکنم. خب همونطور که دارید میبینید به سادگی، بسیار بسیار ساده NFT من ساخته شدش، لیست شدش به مدت 1 ماه. اگر کسی خرید که هیچی، پولش میاد تو حساب من، و اگر هم نه دوباره میتونم بیام و با قیمت جدید اون رو لیست بکنم. اگر هم پشیمون شدید و خواستید از حالت لیست خارجش بکنید، کافیه که بیاید داخل اکانتتون، پروفایلتون رو بزنید. اینجا NFT هایی که ساختید رو نشون میده، روش میتونید بزنید و کنسل لیستینگ رو بزنید که از حالت فروش خارج بشه، یعنی شما پشیمون شدید که خرید و فروشتون انجام بشه. این از آموزش امروزمون، امیدوارم که به دردتون خورده باشه. در آموزش‌های آینده بهتون آموزش میدم که چطور یک کالکشن کامل رو درست بکنید و بعد هم بهتون آموزش میدیم که چطور خرید و فروش انجام بدید داخل سایت اوپنسی. تا یک ویدیوی دیگر، خدا نگهدار.